بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم معلم. سلام بچه های مهربان. سلام دوستای عزیزم. آنیسا، نیاز، فاطمه زهرا، علیسان. دلم براتون خیلی تنگ شده. رضا سام، خیلی دلم براتون تنگ شده. من نمیتونم بیام چون که کرونا اومده. یه مریضی هست که آدما مریض میشن. پس نریم بازار، تو خونه بمونیم. مریض نشیم، نریم بیرون، تو خونه بمونیم، بازی کنیم، نقاشی بکشیم، تلویزیون پویا نگاه کنید، کارتون خوب نگاه کنید. کرونا خیلی یه مریضی بده که مهد کودکامونو تعطیل کرده.